चला करा वरती कुशा چهارده نفر آدم تو خونه هیچ کدوم از اینا بدر نشدن هیچ که بدر نشده تاج پنجره به زیر اسکلوهای کودک پنجره تقریبا 10 قریه یا بیشتر سنجاب، ترگیرک و غیره قریه ها که خراب شده. همون خشتار يا الله يطلع كنا ورده وده كشوف كشوف لا كمان देखो पुलिस यही मामा जान नीचे को देखे नहीं है हमें जगह وزیر دیوالا همیش کسی را نمیشه که بیرون کنیم دیگه به دست مانند نداره که نکنیم دل نداره دامید موموکر عتیق موموکر چهارده نفر آدم تو خونه هیچ کدوم از اینا بدر نشدن هیچ که بدر نشده تاج پنجره به زیر اسکلوهای کودک پنجره کودک پنجره به زیر الله خدا الله خدا الله
پر و جټکا د بیا زلزله ده. خیر است اتماشا دیگر بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. با کمال تأسف که خبر شدیم در یک حادثه المناک در شمال ولسوالی زندجان تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما به سبب زلزله شهید شدند و زخمی شدند. اداره محلی هرات خود را در غم عزیزان شریک بدانه و برای مرحومین جنت و برای بازماندگان صبر و اجر از خداوند جل جلاله می‌طلبد. مردم عزتمند هرات در طول تاریخ به فرهنگ، دینداری، تقوا و همزیستی مشهور بودند. ما از مردم متدین خود می‌خواهیم که با یک اتفاق و یک دست و یک صدا با کمک و همکاری مردم آسیب دیده قریه های ولسوالی زندجان مثل قریه نایب رفیع، سیاآب، وردک ها یا قریه کرنیل، سربلند، کشکک، چاهک، تقریبا 10 قریه یا بیشتر، سنجاب، ترگیرک و غیره قریه ها که خراب شدند به همکاری قریه ها برسند. جای بسیار تشکر است از اداره محلی، نیروهای نظامی ما از قلوردو و قماندانی و همچنین بخش صحت ما که در ظرف 3 ساعت به اکثر قریه ها رسیده و قسمتی از مریضها توسط نیروی هوایی ما به شفاخانه منتقل شده. آنچه که ضرورت امروز و فردای بازمانده ها است مسئله دوا و غذا است. ما برای اتحادیه دوا فروش ها، تمام کسایی که در امر دوا، در تجارت دوا هستند و غیره خیرین صدا میزنم که به شفاخانه سنجاب کلای دی ورداگ داره کاملا شوی دی او تقریبا 2.5 ساعت در زخمیان دی او شهیدان دی زخته دیر و دا یو کلای دی چې د ترغونډۍ په زیات پروت ټول ورداګ دي او ټول شهیدان شوي دي. هغه ته شهیدان او زخمیان ټول پروته دي. همدغه تاسو د وطندارانو وضعیت شو په هرات کې یو کور هم په دې کلي کې جوړ نه دی پاتې، یو غونډ ټول چپه شوي دي. زخته ډېر شهیدان دي او زخته ډېر زخمیان دي. الله دې رحم پرې وکړي و ټول کلی انا اینجا جایی که 11 تا وزیر میگه که حالی نتونستن هیچ کاری بکنن. 2 تا وقت بوده 11 نفر این اقسام میشه. این اقسام میشه. خدا این اقسام 11 تا خونه ها وزیر یک
بیا حساب خونه کجا را برو نان بیا